خیلی هستیم ما دیگه. اون بابا کلان ما که بود امروز درباره عاشقیش گپ میزنم براتان اگه خفه نشین. من خبر دارم، قصه کن. خبر خودتان در جریان هستین. فارق بچه کاکای خودتان بود. رسمه سابق خط نبود، ددان شیر روان میکرد. خطا شیر روان کرد خلاص خانه بابا کلانم. لا بس همیشه فیلم گرفت شما جدی نشید. سلفیت خنده ویدی این شیر روان کرد که نمی انگشتر رو میبینی شیر کمی دروازه رو باز کرد که بابا کلانم دید که شیر سرزی حمله کرد. خطا داده بودش. خطا نه، مادرت خطا داده بودش که برای چیز مادرم نبود، بیبیم بود. ما به بو میگفتیم در اون وقت. شیر که دید حمله کرد. راست میگه. کمی حمله کرد اولین کار که میکنه نه بابا کلانم حمله کرد. حمله کرد اولین کار که میکنه شیر مویکنک میکنه در میدان دروازه. شیر مویکنک میکنه، از بغل گردش میگید دم گردش یک چند بکس میزنه، جاغرش از این بیخ میکنه. جاغرش نگاه کردیم در الماری پیشم است. شاخه شیره میکنه. شاخه شیره از اون موقع باز به شاخ شدی شیره. از اون وقت شاخ داشت شیره، شاخ داشت مثل گوری. بدر کلان از یکی میکنه امی خود می شاخ شیره میکنه به شاخ مانده تایم. و اینی که از چشم شیر است. پدر کلان ما یک دانه پشک داشت. این پشک خودش گپ میزد کتی چی کنم چی کار کنم. بیابت میکرد داینه گپ زدن دو میزده. بی تربیه پشک. خب تربیه بود دیگه، امی رقم بود دیگه. حیوان است. امی پدر کلان ما امی پشک امی کشید 15 جریب زمینه 120 جریب زمینه پشک قلبه میکرد. قلبه رو پشت سرش جمع میکرد. جزا میدادم بی تربیه خوب میکرد. من بچه بام تو بی تربیه کنه 15 جریب چیز که من 150 جریب سرش اگه قلبه نکردم. باز امی پشک پدر کلان ما تخم میداد. دیگه شانزاد پشک پدر کلانم تخم میداد. بعضی تخمه ازی بسیار زیاد میشد، 120 دانه 200 دانه تخم میشد پشک. باز ما تخمه زیر سر بام منداختیم، خشک میکردیمش. بعضی را آرد میکردیم دو وقت زمان. بعضی را خود تخمه را خشک میکردیم. بعضی تخمه پشک ما آرد میکردیم. دو وقت آرد نبود، نارد جو بود، نارد گندم بود. گندم چیزا رواج نبوده دیگه. نه یک قصه دیگه کاکا زمان به جای رسیده اگر اجازهتان باشه. کاکا زمان به جای رسیده خدا بیامرزش. یک گاو داشت. یک قادم رسیده بود. این گاو آدم رسیده بود؟ نه کاکا زمان. گاو میگفت. گاوش هم رسیده بود. گاو خو معمولا شما شنیده شیر میته. این خو شیر میداد. امی گاو میگفت که ماست. گاو ماست میداد. کاسه کاسای نکلی. وقت نیکل قیمت قصه کده پدرم قصه کده پدر. یگان وقت دلش میشد میگفت که برای ما چکه میداد خالتیش. اینمی گاو میگفت قرود. باور کن گاو کم به تکلیف میشد اما قرود میداد. خشتی بله. تیار. بله. خلاصه پدرم قصه کرد گفت اینمی کاکا زمان ما دیدیم که اینمی گاوی که بود، اینمی خود گاو اصلا یک کارخانه لبنیات بود، یک کارخانهش بود. این دعوت کردن دو وقت پاچه امریکا چیز بود، مون کڑا تارا. باز این میخریدش به میلیونها من کڑا تارا. خلاصه اینمی گاو بیخی هم شمدید نفر دیده که میگن کاکا زمان سرش صدا کرد ما گوش نشدیم طرف بیف برگر. ما در ضمن ازی از باره از این انگشترها چیزی نگفتم. خب بو میشه که بگویی یار. این انگشتر پدر کلانه ما این رقم میکرد، یاد مینی این قسم میکرد، اینی رقم یک شوا میداد. فکرت است شوا میداد. دمی شوا پدرم میشیشت میرفت. درش نمیداد. نه خو ناسوز بود پدرم. نه ناسوز بود. خب از او شوا میداد. یک دفعه دیگه یادم میاد پدر کلانای ما امی دریای کابل او پر شده بود. میگه دستم ماند دانه دریا چش کرد، دریا خشک شد. نقص مردمانه؟ نه خشک شد. سیل می آمد. قصهش شنیدیم. پدر کلانم از پشه قصه کرده بود. گفت که یک پشه را گرفتن که بازو خودش گفت که ما پشه مالاریا هستم. خود پشه گفت ما پشه اولین پشه مالاریا. باز خودش گفت ما پشه مالاریا هستم. باز پدر کلانم گرفتی ره چیز کرد. امی چی میگیش؟ ولچک کردش. این پشه را ولچک کرد. زولانه را دستش کشیده اون پشه گریخته بود. یاد باز قصه دوستا ای بود.